با سلام و وقت بخیر. من دکتر سیامک خالقی، متخصص داخلی فوق التخصص گوارش و کبد، شاغل در بیمارستان جمع و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خدمت شما هستم. در خدمت دوستان از مرکز خیریه حمایت از بیماران سرطانی نور هستم. یه چند دقیقه در مورد پیشگیری از سرطان‌های گوارشی می‌خواستم من صحبت بکنم. با توجه به اینکه سرطان‌های سیستم گوارش جزء شایع‌ترین سرطان‌های انسان هستش و میتونه بیشترین آسیب و بیشترین مرگ و میر رو برای انسان ایجاد بکنه، پس تشخیص به موقع خیلی میتونه مهم باشه و اگر ما بتونیم به طریقی بیماران رو راهنمایی بکنیم که دچار این بیماری نشن، خب کار بسیار بزرگی کردیم. پس هدف اولیه ما برای این بیماران پیشگیری از ایجاد سرطان هستش. پیشگیری رو ما به دو صورت داریم. یه پیشگیری اولیه است، یعنی که یه اقداماتی انجام بدیم که بیمار دچار اون عارضه نشه، و یک پیشگیری ثانویه. پیشگیری ثانوی یعنی که سرطان رو در مراحل بسیار ابتدایی تشخیص بدیم، قبل از اینکه بیمار دچار عوارض و درگیری وسیع بشه. در مورد پیشگیری اولیه خب اطلاعات ما خیلی کامل نیست. مواردی که میتونه به بیمار کمک بکنه: استفاده از سبزیجات بیشتر، میوه‌جات بیشتر، استفاده کمتر از غذاهای گوشتی، غذاهای چرب، عدم مصرف سیگار و الکل، تحرک و فعالیت فیزیکی بیشتر. اینها خیلی مسلماً کمک میکنه. تشخیص به موقع عفونت‌های معده، عفونتی به اسم هلیکوباکتر پایلوری که در بعضی افراد میتونه زمینه‌ساز سرطان باشه، اینها رو اگر ما بتونیم تشخیص بدیم، و جلوگیری از آلودگی‌های غذایی که در بحثی سرطان‌های کبدی و لوزالمعده میتونه دخیل باشه، اونها هم مسلماً در پیشگیری اولیه میتونه نقش داشته باشه. ولی چیزی که به عهده ماست پیشگیری ثانوی و تشخیص‌های سریع‌تر بیمارانی هستن که ممکنه مستعد به سرطان معده و روده باشن. به همین علت در افرادی که دچار علائم گوارشی هستن، مثل سنگینی سر دل، سوزش، تهوع، سیری زودرس، و اگر سن بالای 45 سال دارن، ما حتما توصیه میکنیم که آندوسکوپی انجام بدن. با انجام آندوسکوپی ما ضایعات پیش سرطانی رو در مراحل اولیه تشخیص میدیم و میتونیم با درمان به موقع بیماری رو مهار کنیم. و یا در مورد سرطان روده بزرگ میدونیم که اغلب اینها از پولیپ های روده ایجاد میشن و پیدا کردن یک پولیپ در داخل روده و درمان اون میتونه جلوی سرطان رو به طور کامل بگیره. به همین علت بیشتر انجمن‌های گوارشی توصیه کردن که از سن 45 تا 50 سالگی به بعد همه بیماران یک اقدام پیشگیرانه انجام بدن. حالا این اقدام قلب‌آرگری یا اسکرینینگ میتونه چند روش باشه. میتونه انجام آزمایش مدفوع سالانه باشه از نظر خون مخفی، یا انجام رادیولوژی سیستم گوارشی هر 5 سال، و یا کولونوسکوپی هر 10 سال. خب کولونوسکوپی روشی هستش که ما با آندوسکوپ مخصوص از طریق مقعد وارد روده بزرگ میشیم. اگر زایعه‌ای باشه تشخیص میدیم و در مرحله اولیه میتونیم اون زایعه رو خارج بکنیم با همون دستگاه در همون جلسه، و بیمار کاملا مشکلش حل خواهد شد. و یک تست کاملا دقیق، بی‌عارضه و کم هزینه‌ای هم هست. برای ما توصیه‌مون اینه که در اغلب افراد بعد از 45 سالگی برای انجام کولونوسکوپی های هر 10 سال مراجعه کنن و بتونیم جلوی آمار سرطان روده رو به درستی بگیریم. در ارگان دیگه‌ای که اقدامات پیشگیرانه میتونه مفید باشه کبد هستش. بیمارانی که دچار کبد چرب میشن، ما دیدیم که به تدریج این کبد چرب منجر به نارسایی کبد و بعد میتونه منجر به سرطان کبد بشه. پس اگر بیماران در مرحله اولیه تشخیص داده بشن، درمان بشن، آمار سرطان کبد هم به طور قاطع افت خواهد کرد. چه روشی برای پیشگیری از کبد چرب هست؟ مهمترین چیز بحث تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران هست. پس توصیه میکنیم از مصرف غذای چرب و پرکالری پرهیز کنن، فعالیت فیزیکیشون رو بیشتر کنن، و اون چیزی که برای ما خیلی مهمه چربی های ناحیه شکم هستش که هرچی این مقدار بیشتر باشه احتمال کبد چرب هم افزایش خواهد داشت. پس بررسی و درمان کبد چرب هم میتونه در پیشگیری از سرطان ها به ما کمک بکنه. در بحث سرطان کبد ابتلا به هپاتیت های ویروسی از جمله هپاتیت B و C هم
یک عامل زمینه‌ای خیلی مهم هستش. پس اگر بیماری در خانوادهش سابقه هپاتیت B و C بوده حتما باید بررسی بکنه. اگر این هپاتیت در مرحله اولیه تشخیص داده بشه، درمان بشه، میتونه واقعا بحث سرطان هم پیشگیری بشه. ارگان دیگه‌ای که ممکنه ما بتونیم نقش داشته باشیم در جلوگیری از سرطان بحث لوزالمعده هست. معمولا سرطان‌های لوزالمعده به خاطر محل قرارگیری اون عضو خیلی دیر تشخیص داده میشن، در مرحله تشخیص داده میشن که دیگه اقدام درمانی ما خیلی کم اثر داره. به همین علت ما علائم سرطان لوزالمعده رو خیلی جدی میگیریم. دردهایی که در ناحیه بالای شکم به صورت کمربندی ایجاد میشه و همراه با تهوع استفراغ و کاهش وزن میتونه باشه. معمولا در افرادی که زمینه بیماری دیابت دارن و چاقی و مصرف الکل این بیماری رو ما بیشتر میبینیم. مصرف مواد غذایی چرب و به اصطلاح مواد شیرین میتونه زمینه ساز این بیماری باشه. پس اگر بیماری دیابت رو خوب کنترل کنن، مصرف چربی، مصرف الکل، سیگار اینها رو قطع بشه، شاید بتونیم از این جهت هم یک اقدام پیشگیرانه برای بیمار انجام بدیم. پس نتیجه کلی اینه که اگر به علائم گوارشی دقت بشه و به موقع بررسی و درمان بشن، واقعا ما در تعداد زیادی از افراد میتونیم نقش جلوگیری از ایجاد اون کنسر رو داشته باشیم و یا اون کنسر رو در مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمان خیلی ساده تری رو برای بیمار اجرا بکنیم و مسلماً عوارض، هزینه ها و کمتر خواهد بود و نتیجه بهتری عاید بیمار خواهد شد. در مباحث بعدی انشالله موارد دیگه هم با هم صحبت میکنیم. من اینجا با شما خداحافظی.